استاد فرهنگ شریف در شهرستان آمل به دنیا آمد. 2 ساله بود که با پدر و مادرش به تهران آمدند. از همان دوران کودکی به موسیقی گرایش زیادی داشت، به طوری که وقتی پدرش یک بار با تار قطعاتی را میزد او به ذهن میسپرد و همان قطعات را مینواخت. یک روز که پدرش در خانه نبود سازش را برداشت و شروع به نواختن کرد. وقتی پدر ناگهان به خانه وارد شد و ذوق و استعداد پسرش را دید او را تشویق کرد و به کلاس‌های استاد علی اکبرخان شهبازی برد. به این ترتیب فرهنگ شریف تحت تعلیم استاد شهنازی قرار گرفت و پرورش یافت. زاده 1310 در گذشته در 17 شهریور 1395 در تهران نوازنده صاحب سبک تار اهل ایران بود. وی از 4 سالگی تحت تاثیر آموزش موسیقی به وسیله پدرش و نیز رفت و آمد بزرگان موسیقی به منزل آنها، خصوصا عبدالحسین خان شهنازی برادر علی اکبرخان شهبازی، موسیقی را فرا گرفت. پدر فرهنگ شریف دکتر داروساز بود و با اهل هنر نیز معاشرت می‌کرد. وی تار را نزد استادان عبدالحسین شهنازی و مرتضی نیداود، تارنوازان بزرگ اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی آموخت، اما شیوه نوازندگی وی به اساتیدش شباهتی نداشته و مخصوص خود او بود. وی از تکنوازان و بدیهه نوازان سرشناس موسیقی ایرانی شناخته میشد. در سن 12 سالگی نخستین تکنوازی خود را که به صورت زنده از رادیو پخش میشد با موفقیت اجرا کرد و به دنبال آن در اغلب برنامه‌های گلها به عنوان تکنواز آواز خوانندگان برنامه را همراهی می‌کرد. یکی از مهمترین و دلنشین‌ترین سبک‌های نوازندگی تار متعلق به فرهنگ شریف بود. وی با ابداعاتی که در نحوه انگشت‌گذاری و مضراب زنی در نقاط مختلف سیم‌های تار انجام داده، از تار صدایی کاملا متفاوت به وجود آورده که بسیاری معتقدند زیباترین صدای تولید شده از ساز تار است. وی با قریحه بیمانندش ملودی‌هایی بسیار لطیف و زیبا ساخته است. استفاده از ظرفیت‌های تار در صدادهی‌های متنوع، سکوت‌های سنجیده، آفرینش جملاتی فارغ از قالب‌های ردیف، جواب‌های کوتاه و مؤثر، اجرای ماهرانه انواع کشش‌ها و مالش‌های طولی و عرضی که ریشه در روش‌های ویولون نوازی ایرانی دارد، تکیه بر خیال آزاد و قدرت ایجاد موقعیت‌های خدشه‌آور در هنگام تکنوازی و آفرینش کوک‌های گوناگون اختصاصی از ویژگی‌های برجسته هنر نوازندگی فرهنگ شریف به شمار می‌رفت، به گونه‌ای که سبک و اسلوب نوازندگیش منحصر به خود او بوده و از ساز هیچ نوازنده‌ای به غیر از ساز خودش شنیده نشده است. او چند سال به امریکا سفر کرد و در دانشگاه‌های معتبر آنجا نیز کرسی استادی داشت. استاد فرهنگ شریف دارای گواهینامه درجه 1 هنری معادل دکتراست که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به وی اهدا شده است. او از سوی مرکز حفظ میراث فرهنگی شرق در دانشگاه موزه هنر لندن برای برگزاری کنسرت پژوهشی و همچنین تشکیل کارگاه تخصصی ساز تار دعوت شد. در این سفر علاوه بر اجرای کنسرت پژوهشی، ویژگی‌های ساز تار را در 5 جلسه تشریح کرد. این کنسرت از سوی دانشجویان و علاقه‌مندان با استقبال فراوانی مواجه شد. فرهنگ شریف کنسرت‌های پژوهشی در کشورهای آلمان و انگلستان برگزار نمود. فرهنگ شریف در ایران نیز کنسرت‌های متعددی در تالارهای متعدد و فستیوال‌ها و جشنواره‌ها برگزار کرد. فرهنگ شریف در کارنامه هنری خود با خوانندگانی چون گلپا، ایرج، تاج اصفهانی، دلکش، غلام حسین بنان، محمد رضا شجریان، علیرضا افتخاری، محمود محمودی خانساری، حسام الدین سراج، مرضیه، همیرا، هایده و روحانگیز همنوازی داشته و در چند فستیوال بین‌المللی از جمله فستیوال موسیقی برلین توانسته از ساز تار را به خوبی به جهانیان بشناساند. فرهنگ شریف چند سالی را در دانشگاه‌های مطرح آمریکا به امر آموزش موسیقی مشغول بوده است.
شد.